اصلا فکرشو نمی‌کردم تیرامیسوی انبه اینقدر خوشمزه و خاص باشه، بدون شکر و بدون تخم مرغ. اول خامه قنادیمون رو با همزن حسابی میزنیم تا خودش رو بگیره. بعد پنیرمون رو بهش اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. حالا انبهمون رو داخل میکسر میریزیم و حسابی پورش میکنیم. چند قاشق از پوره انبه رو داخل مواد پنیری میریزیم و هم میزنیم. چند قاشق هم داخل یک ظرف کوچیک میریزیم و با شیر ترکیب میکنیم که مثل شیر انبه بشه. مواد پنیریمون رو داخل قیف میریزیم. حالا از ابتدا شروع میکنیم بسکوت لیدی فینگرمون رو توی شیر انبه خیس میکنیم، کف قالب میچینیم. لایه بعد مواد پنیری، بعد پوره انبه و بعد همین کار رو دوباره تکرار میکنیم تا قالبمون بیاد بالا. سطح کار رو با پوره انبه میپوشونیم. حتما از قالب کمربندی استفاده کنید و حتما کپشن رو بخونید چون ریز توضیحات رو اونجا براتون نوشتم. اگه طعم پنیر رو دوست ندارید میتونید کاملا حذف